مدل شایستگی‌های اصلی ICF 2025. 4. توسعه و تقویت اعتماد و ایمنی. تعریف: مشارکت با مراجع برای ایجاد محیطی امن و حمایتی که به او امکان دهد آزادانه به اشتراک بگذارد. حفظ رابطه‌ای مبتنی بر احترام متقابل و اعتماد. 4.1. تلاش برای درک مراجع در چارچوب شرایط او که می‌تواند شامل هویت، محیط و تجارب، ارزش‌ها و باورهای او باشد. 4.2. نشان دادن احترام به هویت، ادراکات، سبک و زبان مراجع و تطبیق کوچینگ خود با او. 4.3. اذعان و احترام به استعدادها، بینش‌ها و تلاش‌های منحصر به فرد مراجع در فرایند کوچینگ. 4.4. نشان دادن حمایت، همدلی و توجه به مراجع. 4.5. اذعان و پشتیبانی از بیان احساسات، ادراکات، نگرانی‌ها، باورها و پیشنهادهای مراجع. 4.6. نشان دادن گشودگی و شفافیت به عنوان راهی برای ابراز آسیب پذیری و ایجاد اعتماد با مراجع. متشکرم که گوش دادید.